وقتی که رضا به مسافرت رفته بود، یاسمین خانم با دوست پسر آمریکایی تا ساعت 3 بعد از نصف شب تنهایی با هم تو خونه بودن که من رفتم به رضا گفتم آقا به یاسمین بگو که این نمیپسندن، همین اینایی که محافظ شما هستن، اینایی که تو خونه شما دارن کار میکنن و اینا به این مسائل تعصب دارن و شما به یاسمین بگو که این مطالب خوشایند اینها نیست. متوجه اینی ملاحظه بکنید. اینجوری عرض کرد. بعد رضا برگشت من گفت که من لیبرالم. گفتم ما خلاص تو تمام اطرافیان همه ایرانی هن. به قول من اینا به یه اصولی و یه چیزایی معتقدن، شاید حالا خود لیبرالی نیستی، باید احترام اینا رو نگرد. تو من آزادی خواه، من برای من اهمیتی نداره. من گفتم من قبل از اون می آمدم همین فیلم های VHS فردین و بهروز بوسوقی و آقای ملک مطیعی و اینا رو پوی می گرفتم به ایشون، گفتم ها اینا رو ببین ایرانی ها چریختی، حالا یه عده‌ای حالا به غلط یا به درست، ولی این هست.